دیروز گذشته مراجعه کردم اینجا، گفتن آقا گوشت کیلو 18 تومن. گفتن آقا من اگه گوشت کیلو 18 تومن باشه نمیخرم به طور کلی. حالا امروز روزنامه نوشته گوشت به نرخ سابق برگشته، حالا ما گوشت بخریم. من به مغازه قصبی مراجعه کردم، ایشون فرمودن که گوشت کیلو 18 تومن و من خیلی تعجب کردم از این جریان و خیلی ناراحت شدم، چون از کیلو 12 تومن یه دفعه به 18 تومن خیلی بعیده، چون سطح زندگی مردم اونقدر ترقی نکرده و خیلی ناراحت شدم. برگشتم و گوشت نخریدم. حالا امروز که شنیدم به قیمت سابقش برگشته، حالا مراجعه کردم برای خریدن گوشت. هیچ آقا ما اومدیم گوشت بخریم، دیدین گرونه، نخریدیم رفتیم دیگه، هم گوشت نمیخوریم. چرا؟ برای اینکه گرونه. حالا که وضع بهتر شد، بله سابق شد، میخریم گوشت. اومدیم از آقا گوشت گرفتیم، همون قیمت اولی که بود به ما گوشت دادن. بله. ما هم به مردم همون دیزی قیمتی که اصلی بود همون دادیم، اضافی نگرفتیم ازشون. پس از مردم شما اضافه پول نگرفتید؟